موقعی که نامه را خواندم همونجا کمی روی پله نشستم. به کاسبکار گفتم میتونی یه گیلاس آب خوردن واسم بیاری؟ گفت نه، توی خونه هیچی نیست. پرسیدم چرا نامه رو همون اول بهم ندادی؟ گفت آقا فرمودن وقتی خواستید تشریف ببرید به شما بدم. به فکر فرو رفتم. آیا پی برده که چه منتی بر من میگذرد وقتی کاری به من رجوع میکند؟ چرا نامه را قبل از ارجاع کار نداده بود؟ حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم. میدانست از فرط ناامیدی ممکن است کارا خوب انجام ندهم. این را دیگر میدانست. خود را باخته بودم، دیگر لو رفته بودم. حالا او بر من تسلط دارد. زن ناشناس ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید. رو کرد به من که تمام مناظر را حالا به خوبی در برابر چشم می‌دیدم و گفت راستی میدونید که اون کاسبکار که منو به اون خونه برد کی بود؟ گفتم نه. آقا رجب بود و این نخستین بار بود که من با او روبرو شدم. تعجب کردم و برخلاف تصمیم خود سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم آقا رجب نوکرش؟ بله، آقا رجب فراش مدرسه شما. پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی داشتید اطلاع داشت و با وجود این لبتر نکرد. آخ چقدر که من بهش اصرار کردم. شما نمیتونید تصور کنید که این چه مرد صمیمی و باوفایی بود. حرف استاد برایش وحی منزل بود. مرید و از جان گذشته حاضر بود کورکورانه تمام اوامر رفیق و رهبرش را انجام دهد. ببخشید حرفتون رو قطع کردم. زن ناشناس به داستانش ادامه داد. تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسه اش بروم و به او بگویم که چه چیز مرا وادار به این فداکاری ها می کند. دیگر عزمم را جزم کرده بودم بگویم که من هزاران خطر را حاضرم با جان و دل بخرم، نه برای آن چیزی که او خیال می کند. دیدم دیگر ادامه این وضع برای میسر نیست. میخواستم تسلیم شوم. چنین به نظرم آمد که از راه خود نمیتوانم دل او را بربایم. همین که خواستم از خانه مخفی او بیرون روم، آقا رجب گفت خانم چند دقیقه صبر کنید. آقا فرمودن این کاغذها رو بسوزونید و مواظب باشید هیچ چیز پیشتون نباشه. گفتم هیچ چی پیشم نیست. گفت باز یک بار دیگر کیفتان و جیبهایتان را بگردید. گشتم و چیزی پیدا نکردم. هر آنچه را که سوزاندنی بود سوزاندم و همین که خواستم در را باز کنم از دور صدای چرخ درشکه‌ای آمد. آقا رجب گفت بیایید بریم به طرف درشکه. اول من میرم، پس از چند دقیقه شما خارج بشید. در رو محکم بکشید، خودش بسته میشه. من یه راست میرم به طرف خونه شما و شما با درشکه برید. به خانه که آمدم قوقایی برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشسته و منتظر من است. فیض سلطان هم با چادر سیاه خالدارش همانجا پشت در چنباته زده و دارد با مادرم پیچ پیچ میکند. این فیض سلطان هم بازی مادرم بود. در خانه مادرم به دنیا آمده و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد مونس و همه کارش شد. او مرا بزرگ کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت تمام محبتی را که در قلب رئوفش انبار کرده بود سر من مصرف می کرد. همین که در زدم و فیض سلطان در را باز کرد و من وارد خانه شدم پیرزن با اضطراب گفت الهی شکر، الهی 100,000 مرتبه شکر. مادرم نگذاشت که فیض سلطان حرف دیگری بزند. وارد هشتی خانه ما که می شدی طرف دست راست اتاق پدرم بود. آفتاب پاییز بعد از ظهر تمام فضا را غرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد گرفته می درخشیدند. حوضمان را آب انداخته بودند. بابا داشت باغچه ها را آب می داد. پیرمرد 30 سال بود که در خانه ما کار می کرد. پدرم روی صندلی راحت در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار می کشید. یک پیرمرد چاق و سیاه چرده‌ای که صورتش پر از چروک بود و سر تاس داشت روی زمین 4 زانو نشسته بود و کاغذها را زیر و رو می کرد. از مادرم پرسیدم این کیه؟ چی میخواد؟ مادرم گفت از نظمیه اومده. تمام اتاق آجونت رو داره زیر و رو میکنه. نذاشتم که مادرم کلامش رو ادامه بده. یک راست رفتم پیش پدرم. مأمور شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد. مثل آدمی که از همه جا بیخبر هستم پرسیدم آقا جون اینجا چه خبره؟ پدرم گفت میگن چند روز پیش پست کاغذی اینجا آورده. من که ندیدم، حالا دارم میگردم. بعد از کمی تأمل گفت این
این که حرفه، نمیدونم چی میخوان. بذار بگردن. مرد چاق و سرتاس رو کرد به من و از پدرم پرسید اسم خانم چیه؟ من گفتم به شما چی که اسم منو میپرسید؟ پدرم دخالت کرد و گفت بچه جون تندی نکن، آقا مأمورن. او که تقصیری نداره، بهش گفتن و حالا باید وظیفه‌شو انجام بده. بعد پدرم مأمور آگاهی را مخاطب قرار داد و گفت دختر منه. اون وقت اسم مرا گفت. مرد چاق صورت بد ترکیبی داشت. از قیافه‌اش پیدا بود که آدم بدی است، اما مؤدب حرف میزد. همینطور است که میفرمایید ما چه گناهی داریم؟ فراش پست گزارش داده که نامه‌ای به اینجا آورده است. از این آدم‌های بی‌شرف زیاد هستن، شاید عوضی گرفته. روی این گزارش شما مورد سوء ظن مقامات عالی قرار گرفته اید، در صورتی که بنده خدمتتان ارادت دارم و میدانم که حضرت عالی از کسانی هستید که املاکتان را در مازندران به میل و رغبت به اعلیحضرت همایونی فروخته اید. البته صلاح مملکت را در نظر داشتید. همه میدونن که در مازندران بهتر از مالک جزء وجود نداشته باشد. شاید نامه به اسم شما نبود، ممکن هم هست که خانم کوچولو آن را باز کرده باشند. پرسیدم چه نامه‌ای؟ کی نوشته بود؟ مرد که قیافه ابلهی داشت میخواست خودش را مهم جلوه بدهد. با چشمای قی گرفته‌اش به من نگاه کرد و لبخندی زد. میخواست به خیال خودش مرا امتحان کند، اما تیرش به سنگ خورد. من به او فرصت ندادم و به پدرم گفتم بذارید از همه اهل خونه بپرسن که آیا دیروز فراش پست نامه اینجا آورده یا نه. من یقین داشتم که کسی از خانه ما، نه مادرم و نه فز سلطان و نه دایه من و نه بابا پیرمرد که همیشان اقلاً 20 تا 30 سال در خانه ما زندگی کرده و خانه‌زاد بودند و از زندگی سیاسی پدرم در گذشته خبر داشتند، دیگر این درس اول را بلد بودند که در اینطور موارد نباید دم زد. بعد اضافه کردم به علاوه فراش پستم میتونه بگه که نامه رو به کی داده. مردک گفت عرض کردم که فراش پست باید اشتباه کرده باشه و حتما عوضی گرفته. به علاوه خودش هم اقرار کرده که نامه رو به کسی نده و از لای در به درون خونه انداخته. آن وقت مردک که از هر جمله او ریا و دورویی شنیده میشد، شرحی درباره خودش گفت که از قدیم به خانواده ما ارادت داشته و دلش خون است که با این تفتیش ها اسباب اذیت مردم محترم را فراهم می آورد. به خدا و به خون گلوی علی اصغر قسم میخورم که 1000 بار استعفا داده، اما چه بکند که دست از سرش بر نمیدارند. حکایت میکرد که روزی مجبور بوده است حتی خانه برادر زنش را تفتیش کند، اما او مأمور است و مأمور معذور. در صورتی که او خوب میدانست که برادر زنش آدم سالمی است و اهل هیچ بامبولی نیست و عجب این است که برادر زنش هم تقاضای خدمت در وزارت کشور را کرده بود. تازه برادر زنش هم این کارها را از چشم او میدید. از مجموعه گفته‌های او چنین نتیجه گرفته میشد که آدم بیگناه و بیچاره است و خودش هم میداند که بیهوده دارد این خانه را میگردد. اما آخر یک نفر در این شهر این نامه ها را نوشته و باعث زحمت و بدبختی مردم شده است و شهربانی حتما آنها را پیدا خواهد کرد. ماشینی که با آن این نامه ها نوشته شده ماشین کنتینانتال است و الان صورت تمامی ماشین هایی که در عرض این چند سال اخیر وارد ایران شده در دست است و همین امشب معلوم خواهد شد که این ماشین تحریر کجاست. می گفت و در این حال لای کتاب ها را باز می کرد، آنها را ورق می زد و بر می گرداند. آخرش گفت خیر، اینجا که چیزی نیست. پدرم داشت کمی تند می شد و گفت پس دیگه میفرمایید ما چی کار کنیم؟ مردک موضوع را عوض کرد و پرسید توی این خانه ماشین تحریر ندارید؟ اسم ماشین تحریر را که برد رنگم پرید. منتها او ابله‌تر از آن بود که چیزی بفهمد. من از جایم بلند شدم و میخواستم خارج شوم. لحظه پشت به او کردم. پدرم جواب داد من مرد قدیمیم. خودم خوشنویسم و دخترم هم تا چند سال پیش تعلیم خط میگرفت. ما کاری نداریم که ماشین تحریر داشته باشیم. خونسردی پدرم مرا سر حال آورد. برگشتم و تحسین آمیز به او نگریستم و گفتم آقا جون بذارید همین خونه رو بگردن. پدرم گفت من حرفی ندارم، بگرده. مأمور آگاهی از من پرسید شما ماشین نویسی بلد نیستین؟ گفتم ماشین نویسی که بلد بودن نداره، همه بلدن. پرسید پیش کی یاد گرفتی؟ گفتم یاد نگرفتم،
من یه انگشتی بلدم بزنم. پرسید. کجا یه انگشتی زدی؟ گفتم توی مدرسه‌مون ماشین تحریر داشتم و من از اونجا زدم. پرسید. میتونی ماشین تحریر رو بهم نشون بدی؟ تند جواب دادم. من چرا نشون بدم؟ من اقلاً 10 ساله که توی اون مدرسه نبودم. گفت. من پرسیدم تازگی؟ گفتم شما کی پرسیدید تازگی؟ استنطاقی که آن روز پس دادم، خونسردی پدرم که مرا به گستاخی و ایستادگی واداشت، دلهره‌ای که تحمل کردم تا اینکه پدرم را به ملک کوچکش تبعید کردند، همه اینها برای من تازگی داشت. من در آن روزها مزه ترس و وحشت از شهربانی را چشیدم و هر آن منتظر بودم که بیایند و مرا هم بگیرند. صدای در که می آمد وحشت می کردم. از سایه خودم هم می ترسیدم. از چشمهای مضطرب مادرم خجالت می کشیدم. اما از همه این ترس و وحشت مهمتر احساس تازه‌ای بود که روح و دل مرا شاد می کرد. به خود می گفتم حالا دیگه ارزش من در نظر او بالا رفته. دیگه من دختر کوچکی که دنبال ماجرا به او پیوسته باشد نیستم و خودم شخصیتی احراز کردم. وقتی مأمور اداری سیاسی از خانه بیرون رفت، پدرم 2 مرتبه به اتاقش برگشت و بدون اینکه چیزی بگوید روی صندلی پشت میزش نشست و کاغذهایش را مرتب کرد. چند دقیقه هر دو نشسته بودیم و فکر می‌کردیم. مادر در اتاق مجاور سر جانماز نشسته بود. آخر من گفتم آقا جون. پدرم آرام و متفکر جواب داد بذار کمی تنها باشم و فکر کنم. گفتم آقا جون، دلم میخواست با هم تنها باشیم و با هم فکر کنیم. چند لحظه‌ای منتظر شدم که جواب بدهد. آن وقت روی صندلیاش چرخید و رو به من کرد. من از جایم بلند شدم و به سویش رفتم و سرش را روی سینه‌ام فشار دادم. پدرم دست انداخت گردن من و گونه‌ها و پیشونی مرا بوسید و گریه کرد. گفتم آقا جون، این دردسرها رو من واسه شما فراهم میکنم. گفت نه جانم، اینجوری فکر نکن، من فخر میکنم که دختری مثل تو دارم. گفتم آخه نمیشه که این همه ناملایمات رو تحمل کرد. ببینید با شما که اینجور رفتار میکنن با مردم دیگه چی کار میکنن؟ گفت تو خیلی به مردم امیدواری. گفتم راستش رو بخواید منم خیلی امیدواری ندارم، اما این کارها تنها چیزیه که منو تو زندگی نگه میداره. گفت این دیگه بدتر. این نامه ها رو کی مینویسه؟ گفتم این روزا از من نپرسید، من حق ندارم که بگم. گفت خودت میدونی من همش تو فکر تو هم. تو لازم نیست به حال من قصه بخوری، من چند صباحی بیشتر زنده نیستم، اما دلم میخواست تو بدبخت نشی. گفتم من از این بدبخت‌تر نمیتونم بشم. زلفهای مرا ناز کرد و گفت چرا دختر جان، چی شده؟ گفتم نپرسید، من خودم هم نمیدونم چی. اون وقت نصیحتم کرد و گفت نمیگی نگو، تو امثال تو نمیتونید این دستگاه رو به هم بزنید. مگه این دستگاه به روی پای خودش ایستاده که شما بتونید واژگونش کنید؟ اونایی که نگهش میدارن از قایم موشک بازی های شما هراسی ندارن. این دیو احتیاج به قربانی های زیادی داره. اما من کسی رو مرد میدان نمیبینم. میترسم عوض این که او رو ضعیفتر کنن از خونخواری پرواتر بشود و بی پروا به شما بتازد. شنیدم که تو فرنگستون چند از محصلین تلاش میکنن. روزنامه‌شون هم دیدم. اگه خیال میکنی راهی که میری درسته و نمیتونی راه دیگه‌ای بری، برو. خدا همراهت. حتما سررشته کار تو هم اونجا پیوسته. تمام دارایی من در اختیار توئه. در همین هنگام تلفن صدا کرد. از شهربانی میخواستن با پدرم صحبت کنند. آجودان شهربانی از پدرم خواهش کرد که سری شب ساعت 6 تا 7 سری به دفتر رئیس کل بزند. وقتی از پیش رئیس شهربانی برگشت، برخلاف تصور من خیلی عادی و آرام بود. به هیچ وجه آثار اضطرابی از حرکات و سخنانش دیده نمیشد. سر شب مثل معمول با مادرم و من در اتاق کارش روی زمین نشسته بود. پیژامه اش را به تن کرده و عبایش را به کولش انداخته بود. سینی مشروبش جلویش بود و چند قوقسی انار و مقداری نان و سبزی و تربچه و کباب سیخی به جای مزه به کار می‌رفت. از همه چیز صحبت به میان آورد جز از آنچه در دل داشت و من دلواپس شنیدنش بودم. آخر شب تصور کردم که حادثه به کلی تمام شده است.